در بخش تکنوید امروز پرینتر MF237W از خانواده آیسنس کنون رو با نگاهی کوتاه با هم به بررسی می‌پردازیم. اولین چیزی که مشاهده می‌کنیم CD درایور پرینتر همراه با دفترچه راهنمای انگلیسی این محصول است. در کنار کابل پاور یک کابل تلفن برای استفاده از بخش فکس دستگاه هم مشاهده می‌کنیم. این پرینتر 4 کار است و قابلیت پرینت، اسکن، کپی و فکس رو دارد. در این مدل هم خبری از کابل اتصال USB نیست. کمپانی کنون یک سینی کاغذ 250 برگی هم برای این دستگاه در نظر گرفته است. در قسمت مربوط به درگاه‌های اتصال یک پورت USB، یک پورت لن و 2 پورت مناسب اتصال سیم تلفن برای گرفتن یا ارسال فکس تعبیه شده است. طبق گفته کمپانی MF237W توان چاپ 23 برگ در دقیقه را دارد. در واقع MF237W را میتوان در این چند جمله این گونه معرفی کرد: دستگاه 4 کاره با توان بالا، قابلیت استفاده به عنوان دستگاه 3 کاره فیدردار بدون استفاده از فکس، بهره‌مندی از شبکه وای فای، دارای پنل لمسی، هزینه پایین مواد مصرفی، مناسب ترین دستگاه 4 کاره بازار به جهت هزینه کارتریج و موارد مصرفی و قیمت اولیه دستگاه. یک بار دیگر شاهد معرفی یک محصول راضی کننده از شرکت کنون بودیم.